امیاد زیادی هستم. چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو امروز. بچه امروز بعدم بهتون یاد بدم که چطوری تو ماینکرافتتون در مخفی بسازید. پس بدون هیچ معطلی برو بریم. فقط قبل ویدیو حمایت کنید، لایک بارید. دیگه من حرفی نمیزنم، برو بریم. خب بچه اول براتون بعد این کار یه دیواره، حالا مثلا یه بلوک از خونتون که دلاتون بخواد پیدا کنید. یه بلوک به نظر من کافی، حالا هر چقدر میخواید بذارید. بعد اینجا رو میکنید. یه ذره نسخه من حالا قدیمیه بچه فقط یادتون باشه این اولین ویدیوی من هستش. بچه حالا مثلا اینجا اینی که من میذارم مثلا میتونیم مبپزش کنیم. بعد حالا اینو بچه نه 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 بابا بذار دیگه. ای بابا گذاشته. گذاشت. خب حالا به نظرتون چطوری کار میکنه؟ این دکمه رو میزنید، اینطوری میرید تو. بله این عالی. حالا میتونید این پشت واسه خودتون دکمه بذارید، بعد بیاید این پشت چست بذارید. مثلا بیاید اینطوری حالا دسته بندیش کنید. مثلا حالا این تو دایموند بذارید. حالا کاری که دلتون میخواد دیگه. حالا من دیگه نمیدونم، مثلا اینطوری بکنید. مثلا اینطوری خیلی هم سری میشه باید که اصلا سری داستانیاتون میتونید این کارو بکنید. مخصوص آپاراتوری دیگه برام میگم یه کسی که نیست کار میکنه. اینطوری باید میشید میاد اینجا داستانیاتون رو بندید. حالا بچه من که از این ویدیو خوشتون اومد لایک کامنت و دنبال فرمایش و تا یه ویدیوی دیگه. خدافظ.